واحد است. بیشتری ما پروای مادر نداریم. زن دوست داریم. خوش آمدگوی زنا هستیم. به چه خاطر میگویم؟ من میگویم باید شما قیاس کنید که در همین خطر هستید یا نه. یگان جا می رویم، اگر 2 روز 3 روز به زنامون زنگ نزنیم زنامون قهر میکنن. زنگ نزنیم زنها قهر میکنن. اگر به مادر 10 روز و 20 روز و 1 ماه زنگ نزنیم چیزی نمیگوید، دایم لب تبسم لب بچه میگه. و دوم موضوع، بیشتر مادرای ما علت پیری و دیگر بیمار هم هستند.